میگفتن با هواپیمای F5 اومدن زدن که روی کاغذ راحت باید ما با این سامانه ها رهگیریش میکردیم و مینداختیمش. درست میگن؟ کل خلبانای شکاری نیروی هوایی، کل خلبانای شکاری عزادار این بچه‌ها بودن. بچهای مدرسه مینا. بچهای مدرسه مینا کل خلبانای شکاری عزادار اینا بودن. اینکه من خلبان بیام مثلا بشینم با خودم حساب کتاب بکنم بگم وسیله‌ای که اون داره مثلا نسلش فلانه مال من نه. اصلا این صحبت‌ها دیگه میره کنار. لله ما فکرشو نمی‌کردیم برگردیم. شما که میرسید رو پایگاه امریکایی‌ها و بمباران می‌کنید، بله. یه دونه جنگنده هاشون بلند میشه به هوا اینکه شما رو هدف قرار بده. بله، اسکرامبلشون از در یه پایگاه دیگه. 3 تا F15 امریکایی بلند شده بوده که بیاد کشور ما رو هدف قرار بده. بله. کویتی‌ها اشتباهی اون 3 تا F15 امریکا رو میزنن. بعد اینکه شما رو زدن. درسته؟ دقیقاً همین هستش. بله. یه عکسی هم یه خلبانی که اونجا اجیک کرده همون. بله که دست عرب هستش. فرداش این رسانه‌ای شد. برای همون لحظه بلافاصله که پرواز کردیم به ارتفاع بسیار بسیار پایین این پرواز انجام شد. بعدی که مثلا خطوط فشار قوی رو فقط که ما اصطلاحاً میگیم پاور لاین، فقط اونا رو یه کوچولو می‌بندیم پایین، بعضی‌هاش هم حتی از زیرشون عبور می‌کرد. اینقدر پایین میرفت. بسیار بسیار پایین. میدونستیم سامانه پاتریوت در منطقه مستقره، با وجود اینکه ما میدونستیم آواکس بالا هستش و سایت‌های شنود فعال هستن. در سکوت کامل رادیویی این پرواز انجام شد. و ما وارد آب‌های بعضی از کشورهای همسایه شدیم. حتی من اینجا نگفته نمونه 2-3 تا کشتی بودن، انقدر ما پایین بودیم از بین 2 تا کشتی عبور کردیم، عرشهشون از ما بالاتر بود، یعنی معلوانه بعد میادن پایین، از تو عرشه پایین ما رو نگاه میکردن. از اونجا عبور کردیم و خدا رو شکر وارد آب‌های کویت و از اونجا وارد کشور کویت شدیم. بلافاصله پایگاه که دیدیم بمباران سنگین انجام شد. هلیکوپترهای خیلی زیاد پیشرفته اونجا بودن و ما دیدیمشون که این هلیکوپتر از زمین اومدن بالا و منفجر میشدن. انگار که خودمان هر بمب ما رو به چند تا دونه تبدیل کرد و اینقدر این وسعت آتش سوزی بالا بود. میگم ما چند تا حتی بالا اومدن هلیکوپترها و منفجر شدنشون رو می‌دیدیم. هیچ شده بودن چی شدن؟ کجا دارن میخورن؟ اصلا تصورشون نمی‌کردن که واقعا ما بتونیم خودمون رو برسونیم به اونجا و اونجا رو بمباران سنگین انجام بدیم. که اشتباهاً هم هواپیمای اسکرامبلشون بلند شده F18 و موشک‌های پاتریوت 3 فرمان دسته پروازی F15 که داشتن می اومدن به سمت کشور ما اشتباه گرفتن. این لطف خدا بود و اون 3 تا رو با هم همزمان از بین بردن. یعنی ما هم در زمین و هم در پرواز به اونا آسیب رسوندیم. اون عملیات فریبی هم که ما انجام دادیم بلافاصله بعد از بمباران اینا نتونستن ما رو پیکاپ کنن و ما وارد ایران شدیم و ادامه دادیم به سمت پایگاهی که برای مشخص